اگر شما هر ماه از فرزند، شوهر و یا پیوند دیگرتان از خارج پول دریافت کنید، در بانک های تاجیکستان هم برای قرضگیری برای شما باز می شود. چندی از بانک های تاجیکستان حالا به مشتریان بر اساس سندهای انتقال پول از خارج قرض می دهند. مشتریان برای دریافت کردن چنین قرض باید برگه های انتقال پول را به بانک پیشنهاد کنند و بر پایه آن بانک به آنها می تواند قرض بدهد. در بیروی قرضی تاجیکستان می گویند چون میزان معاش های رسمی در کشور خیلی پایین است و بر اساس آنها نمی شود به مشتریان قرض داد. بانک اسقط در تاجیکستان یکی از چنین بانک هاست که بر اساس انتقال های پولی مهاجران به مشتریان قرض می دهد. برتری این برنامه قرضی به گفته مسئولان بانک این است که مشتری بدون شخص کفیل و بر اساس پیشنهاد چک انتقال پولی می تواند قرض بگیرد. بهره سالانه چنین قرض با پول سامانه 38% در یک سال را تشکیل می دهد. معاش های رسمی اعتمادی بانک ها را به پرداخت پذیری کم می کند. بسیار بانک و تشکیلات های قرضی دیگر هم در تاجیکستان انتقال های پولی مهاجران را منبع مهمترین درآمد مشتریانشان می‌دانند و در تکیه به آن به مردم قرض می‌دهند. در بیورو قرضی تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی در شرح این موضوع گفتند اگر بانک‌ها به معاش‌های رسمی قرض گیرندگان تکیه کنند نباید به کسی از 5000 سامانه بیشتر قرض بدهند. سازمان‌های بین‌المللی مالی از جمله بانک جهانی بارها اعتراف کردند که پول‌های انتقالی مهاجران منبع درآمدهای اکثر خانواده‌ها در تاجیکستان است، اما برای نخستین بار است که بانک ها در تاجیکستان با تکیه بر پول های مهاجران به شهروندان امکان می دهند به قرض های بانکی دسترسی پیدا کنند. در همین حال رهبران برخی از تشکیلات های قرضی در تاجیکستان با اعتراف آنکه انتقال های پولی از سرچشمه های مهمی درآمد خانواده های کشور است میگویند بحران سالهای اخیر در روسیه نشان داد که این درآمد نیز دائمی و بی‌خوف نیست. در تاجیکستان داشتن جای کار نیز نمیتواند منبع ثابت درآمد شمارده شود، چون که در هر لحظه کارمند میتواند جای کارش را از دست بدهد. این است که نزدیک به نصف مشتریان بانک های تاجیکستان قرضهای از بانک گرفتهشان را سری وقت بازپس نمیدهند. طبق معلومات آماری قرض سری وقت نپرداخته مشتریان به بانک ها در تاجیکستان حالا به 4 میلیارد و 100 میلیون سامانه رسیده است. تحلیل ها نشان میدهند که 80% مشتریان در تاجیکستان به بانک ها برای گرفتن قرض های استعمالی مراجعت میکنند که با تهیه سندهای کمتر پیشکش می شود. عین زمان درصد پرداخت این قرض که حدوداً 35% در سال است خیلی بلند از دیگر نوع‌های قرض‌های بانکی بوده است.